جوات اولکاریا نتوین یک گرتی نیگرانی خو لسر ریفراندوما سرخبونا هرما کردستان و عراق دیار کرد و هشداری دا کوپنگا و کیوها و اولهی روشهلات ناوین تک بدد. وزارت دروی عراق پشتی کمبونا وزیر دروین عراق و ایران و ترکیه لنیورک لسر مجار ریفراندوم و هفکاریا پنگا و ریگرتن راوستان. ولبغدا سرک وزیر عراق حیدر العبادی لدم داخواز دانستاندنان بحثی خون رشتنه دکت. تغير الحدود بدون تفاهم اري تدوي سينور بوغهري بي لهفهاتن تدوي جاز دخوازم جسر نوده دابش بكم اگر بي لهفهاتن تدخوازه كشتنيه لي خسپاندنا بهيزي اذكرنا درگهين خويناويه ولاتن یکگرتین امریکا و ایران زور جاران لسر چه مجاران رکنا کبن لی لسر بریار پیک اینا ناری فراندوم هورانه. خما امریکا شر دجی داعشه و پی دچت و دجایتیا هر پینگا و کا کردان بکد دگلمانا داعشه و دورنیه پشتی نمانا داعشه همان حلویست هبد. دوی سنگ لسر شر دجی داعشه بید. لی دانستاندن و تشتین دیین دگل رفراندوم هاتین بزاون دجی داعشه لاواز کریا. لپیناچت افدا خویانیا لجهه خوبت پیفدار لشکر عراق جنرال یحیی رسول دبیجت پیشمرگه دنافون یکینین لشکر عراق دانه و دگل مدابون دشر آزاد کرنا موصل و قربانی دابون و نها بجداری شر آزاد کرنا آلیه چپ ی باجار شرگات و هر وصای حویجه دانه. جوات اولکاریا نشتمانیا ترکیه درباره ریفراندوم و جاوری کریا هرما کردستان کومبون لیبرونی دیار نبو و چه جوره برسف هبن. پروفیسور زانینگه ها کادر هاس احمد قاسم دبیجتن دگل بوچون جدا لی توایا پروسا ریفراندوم نیگرانیا بو ترکیه. Well, it's going to be a declaration that clearly اوه دبیت راگیاندنک که برونی نگرانی دولت ترکیه بخواه دگرید. از باورنا که راگیاندن انجمنی ببیت بریاره که دشمنکاری حتی که دنگدان به بلیجی بید. لی پتر دبیت پیشنیار بو پیگنه اینانا ریفراندومه. ولاتن هفسنور دگل هرما کردستان و بتایبت ترکیه داخویانین تند دجی ریفراندوم ددن. لپرانی آلین سیاسیین کرده ریفراندوم بماف و بریارا گل نازدکن. او هر وها بلکی بدهان جارا لسر رفراندوم باشوری کردستان بدهان جارا گفا لگلین باشوری کردستان قایم. هر وها اف داخویانه ویجی تیم معنا گف خوارنه. اف تهدیده ما في تو کسی نینه که گله کرد تهدید بکنه. تاوی داخویانین گرم و گرج آلین دجبرین ریفراندومه لجواتا بلندا ریفراندوم هرما کردستان پشراز دکت او پروسه ویل دم دیار کری پریوه بچد. خالد فتاح دنگ امریکا.